فاولئک ایتون مردما نعوذ بالله یکی دین شرایط دین تکمیل نکرده مثل که دو زمان هجرت کردن شرط ایمان بود او مردما هجرت نکرده بودن از او خاطر الله متعالی را گفت اولئک فاولئک مأواهم جهنم این مردما جای باشان جهنم است. چرا؟ اسلامشان ثابت نشد. شرط قبولیت اسلام هجرت کردن بود. و ساعت مصیرا خیلی بد جای بازگشت است جهنم. الا المستضعفین من الرجال مگر او کسانی که واقعا ضعیف شمرده شده از مردا و نساء از زنا و الولدان از اطفال لا یستطیعون که توانمندی نداره امی طایفه های سیگانه حیلتن از وسیله را اسباب توانی اسباب نداره که برا اجرت بکنه ولا یهتدون سبیلا و نمیدادن را بلدی رام قطش نیست. چطور همیطور یکی به یکی به سرنوشت برای نمیتونه برآمده او مردم ها معاف است. فاولئک این مردم ها عسى الله امید است که الله یعفو عنهم عفو بکنه از یا چرا که باقی ماندن از یا از روی عذر است توانمندی نداره یا اسبابی رفتن مرکب قطشان نیست یا را بلد نداره یا مریض هستن رفتن نمیتونه و کان الله است الله متعال عفو و عفو کننده که مردم ها را عفو کرد با وصفی که امر برای برآمدن در جهاد بود. غفورا زیاد مهربان ذات است که مردم مؤاخذه نکرد یا را گناه را سرشان مرتب نکرد. و من یهاجر فی سبیل الله هجرت خود گپ عادی نیست. هجرت خانه که به دست خود جور کرده ای آرمان نشستن شداری را ترک کو اسباب وسایلی که تو برای خود جور کرده ای بستره کلش بگذار دوستا قاربی که همیشه دلقتش خوش میکنی امو رازای دلقتش گفته رایستی را ترک کو رای مسیری چیسته مشقت آمیز سفری خیلی تکلیف آور در دوش بگی برو در یک مملکتی بیگانه اونجا نه خانه است نه کاشانه نه دوست نه رفیق نه کسی که بشناسه برای تو قرض بده نه اوجا زمین داری نه کدام کار و دفتر رزقت از کجا میکنی قطعی که بشینی مجلس کنی اوه این گپاست قرآن برات میگه. و من یهاجر فی سبیل الله کسی که هجرت بکنه در راه الله یجد فی الارض میابه در زمین مراغما جای سکونت خوبه رزق حلال غلبه بالای دشمن عزت و شرافت کل زیر شامل میشه. چرا رغام اصل سرزمین وسیع را میگه کثیرا زیاد و ساعتا میابی ای فراخیره اتر فراخیر الله سرت بیاره که در شان و گمانت نبیه. مجاهدین وقتی که از اینجا سفر کردن فقط یک بستره در سر اسبا و سر مرکبه انداخته بود بیچاره که فقط خودش خو بکنه گندم برنج همه چیزا حیوانات مواشی باقی ماند رفت در طرف پاکستان. الله متعال وعدیش است در دشتا و بیابانایی که در اونجا بگوه هیچ چیز زندگی نکرد در اونجا کمپا زده شد گرمی در حد نهاییش. چه رقم بود الله متعال نه دکان داشتن نه زمین از کجا میکردن الله متعال متوجه کرد برای مهاجرین راشن حواله شد مفت می آمد دال روغن آرد همه گپا تا این روزا مردم اوجا خورده روی بستن یعنی ویره چی میکنی افغانیا تا دین روزه که پاکستان نرفته بود نه ملایش ملایی یاد داشت نه تجارش تجارت یاد داشت سیسته لیکن وقتی در پاکستان رفتن هر کدامشان تجاری بزرگ است دیگه ای چیزی که یاد نگرفته باشن امی تنگ نظریه از پیششان رفت شد. افغانستان که بودن یک تنگ نظر بود که پرسان نکنجا که رفتن یک جای رفتن که رفلدین است دیگه جای رفتن که آیمین بلجار است دیگه جای رفتن که دیگه رقم حالا یا مسلمان است که هیچ کس غرض نداره. امی کسایی که در پاکستان زیاد وقت تیر کرده عالی اصلاح شده این اصلاحات ما در کنر و در جلبات و لغمان خیلی زیاد است. چرا زیاد است؟ و زیاد وقت در پشاور تیر کرده از همون خاطر کسایی که هجرت کرده تنگ نظر نیسته او کسایی هجرت نکرده وای اگر رفلیدین کردی قطعی مرمی در شکمش زدی ماندنیت نیسته. از اون خاطر هجرت فراخی را میاره الوعده الله متعال است. دیگه و من یخرج من بیتی کسی که میبرای از خانه خود مهاجرم ترک کننده خانه خدا الی الله بسوی الله به خاطری که دین الله کامیاب شوه و رسولی بسوی پیغمبرش که جبهه پیغمبر تقویت بده ثم یدرکه الموت بعد از بیابی مردکر مرگ دمید مسیری را برش بیاید یا از طرف کسی کشته شوه یا مرگی خودش بیاید
فقد وقع یقینا واقع شد اجر پاداشش علی الله. کدام اجری که الله برای مهاجر میداد اگرچه آدم هجرتش تکمیل نشده لیکن به نیت و اراده برآمده، از خاطر الله اجرش مکمل میده. الله متعال چقدر غفور ذات است. تو یک نیت که اراده بکو در اصل مقصد نرس، الله برات امو اجر میده، چرا که امی اراده را داری. و کان الله است الله. اینطور فکر نکن که ما خو عمل انجام ندادیم چطور الله برام اجر میده. هست الله متعال غفورا مهربان ذات. یکی از مهربانی هایش این میسته که تو نیت کردی ولو که عمل انجام ندادی ثواب عمل الله برات میده. رحیم و رحم کننده است که هر قسم تکالیف و گپار از شما دور میکنه. با وصفی که هجرت خیلی سخت است، محبت اهل و عیال دیاد آدم میآید، لیکن الله متعال رحیم است. اتر سه دل صبری برات بده که در قصه خانه و کاشانه باز نشوی، هیچ دغمش نباشی. و اذا ضربتم فی الارض، وقتی که شما سفر میکنی، آلی بیان نمازا. چرا در جهات آدم سفر میکنه؟ که سفر میکنه احکام سفر برای ما بیان میکنه که چه قسم نماز بخوانیم. وقتی که سفر میکنی در روی زمین، فلیس علیکم، نیست بالای شما جناح کدام مؤاخذه و گرفت که کسی سرتان انتقاد بکنه، بلکه ضروری است ان تقصروا من الصلاه، که شما کم کنید من الصلاه، از نماز. نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخوانی. این را میگه رخصت در کمیت. این خفتم اگر شما میترسی یفتنکم، یکی چیستا آزار و پریشان کنه شما را، یا فتنه واقع کنه شما را. الذین کفروا، کسانی که کافر هستند. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقینا کفار هست برای شما دشمن آشکارا. از همون خاطر در این طور موقعی که شما نماز میخوانی دشمن سرتان حمله داره، الله متعال معاف میکنه. موقع براتان میده که شما نماز کم کنی به خاطری که دشمن سرتان حمله نکنه. 2 موضوع در اینجا بحث بشه. یک موضوع قصر نماز است، دیگه موضوع صلات خوف است که در کیفیت هم تغییر در نماز میاد، هم در کمیت هم در کمیت. تعلق به سفر داره که سفر داشتی نماز 4 رکعتی 2 رکعت است. سنت ها خوانده نمیشه به جز از سنت صبح و وتر، اینی 2 خوانده میشه، دیگه سنت های 5 وقت قطعا خوانده نمیشه. در سفر پیغمبر علیه السلام نخوانده. او در اینجا این طور هم آدم نکنه که نه من میخوانم، از پیغمبر که در بالاتر نیست. سنت رسول الله را بپذیر خلاص. او در خوف که پیدا شد از طرف دشمن، اونجا کیفیت نماز فرق میکنه. دل جماعت جور میشه، یکیتان 1 رکعت قتی پیغمبر میخونی میری در پیش دشمن، دیگه دل میآید. کیفیت های متنوع در حدیث نقل شده. اینجا هم در یکیش اشاره میشه. و اذا كنت فيهم، وقتی که تو در بین اینمی مردم باشی، یعنی در بین صحابه کرام و امامم تو باشی، فاقمت لهم الصلاة، تو قائم کردی برایشان نماز، فلتقم طائفتون، باید که استاد شوه یک جماعت، منهم از همین مسلمانا، معک امرای تو در نماز، ولیأخذوا اسلحتهم، اسلحهشان باید در دست گرفته باشه، آماده باشه در مقابل دشمن. چرا؟ اگر شمشیرها رو طرفبانی تو در جماعت استاد شدی، دشمن یک دم حمله میکنه، تا که تو خیز میکنی شمشیر میگیری، وقت فرق سرت میزنه. باید حالت نماز هم شمشیر در دستت باشه. یک مخالفت یا یک تغییری که آمد در دیگه وقتا که امن است، تو هیچ چیز در دست گرفته نمیتونی الا به خاطر ضرورت. مثل قرآن کریم، یک آدم ختم تراویح میکنه، قرآن کریم نداره، حفظ قرآن کریمه در دست میگیره، از رویش خوانده میره، رکوع سجده میکنه، جایز است که از روی قرآن گرفته شود بنابر ضرورت. چرا؟ به خاطر که اراده داره ختم قرآن بکنه، خودش قرآن حفظ نداره، از روی خوانده میره. این همه قسم اگر ضرورت پیدا شد در دست آدم یک چیز گرفته میتونه، در غیر از اون نه. خو اینجا چون که خطر خیلی قوی است، دشمن حساس است، تو با وصفی که یک گروه در مقابل دشمن قرار داره، خو یام امیتور چی نباشه، غافل نباشه که شمشیرها در یک جای باشه، چانته در دیگر جای باشه، او تو می اینجا نماز میخوانی. نه، موقع جنگی است، ساحه نظامی است، هر لحظه احتمال حمله دشمن است،
از او خاطر حتی در عبادت الله هم تو این گپ اصلحیت مراعات میکنی. آیت قرآن کریم از یک طرف بر ما احکام نماز خوف بیان میکنه که خوف دشمن است، دشمن سر حمله داره، یا خوف دیگه است، دزداست، این گپاست. در کلی خوفا خوف مطلق است، هر خوفی که بر انسان میاد. خب آلی اشاره دیگه که در آیت میشه به سوی اهمیت نماز است. نماز حتی در حین جنگ به امرای کفار که ایرم جهاد میگی، به امرای کافر دمی موقع امی نماز از تو ساقط نمیشه. به مو کیفیتی که در حدیث ذکر شده یا قرآن برات بیان کرده، به مو کیفیت صلات خوف ادا کن. اگر هیچ نشد که موقع برات نمیده، دشمن خیلی قویسته که دو جماعت شوه، در مو حالت شمشیرزنی هم نمازتانه بخوان انفرادی. در او زمان روی طرف قبله و این گپا قطعا این گپا در لحاظ گرفته نمیشه. اهمیت نماز معلوم شد که حتی جهاد میکردی به امرای کافر، نماز از پیش ساقط نمیشه. این مردم ما زنگ میزن السلام علیکم، والا پشتوی را که میخوریم باز بعد از او خو میکنیم. نماز ما هر صبح که در رمضان قضاست، چطور است همی قضایش؟ و جنابی محترم هر صبح که قضاست، خود چرا در نماز نمیخیزی؟ والا مولوی صاحب دکاندار هستیم باز نمیشه دیگه. خود دکاندار هستی نمیشه. نماز جماعت بگذار، نماز در وقتش بگذار. چیستا 9 بجه و 8 بجه بخیز، خوی تا بزن. خو یک روز دکانداری تا اعلان نمیکنی. رمضان آمده 2 ساعت در مابین پیشین از 11 تا 1 بجه را چی کو؟ قرار استراحت بکو، قیلوله بکو، دکانی تا بستک نکو سودا. 1 بجه بخیز، نماز تا با جماعت پیشینی تا بخوان، صبحکی تا بالکل بخوان، هیچ نخو بکن نه چیز کار نکن. مردم ما فقط اگر کار دنیا موجود بود، نماز هیچ پرسان نمیشه، بیکار نیست. چی نیسته بگی؟ بیکار نیست که نماز بخونه. اگر بیکار بود ورام گیر آمد قطی دلی دیگه باز می استاد میشه. اینی حالات ماست. اکثر مکتبات کابل 1 بجه فکر شروع میشه. اما مردم بیچاره ما خو اینطور فکر میکنه که از 1 بجه پیش قطعا نماز پیشین نمیشه. هیچ نمیفهمه حالان که نماز پیشین در این روزا از 12 کمی تیر شو نماز پیشین شروع است. یا بیچاره پیشم وضو نمیکنه، نماز نمیخونه، 1 بجه داخل صنف است. 9 ماه مکملی مردم ها نماز پیشین ترک کرده، باز بعضیش قضا میاره بعضیش قضا نمیاره. خویتوری قصدن ترک کردن قضا هم صحیح نیست. در حدیث قضای نماز قصد که به قصد ترک شده باشه وجود نداره. این تشریع از جان خود است، حکم از جان خود است. امی قدر مردم، امی قدر شاگرد، امی قدر دفتردار، مولوی صاحب ما یک دفتر کار میکنم والا امی دیگری ما خراب میشه. چرا خراب میشه بدرکم؟ والا برای ما اجازه نمیده که ما اینطور کنیم. خیر چرا کار میکنی که اجازه نمیده؟ دینی تا میفروشی؟ حالتا اسلام در حالتی که جنگ جهاد میکنی، این جهاد است با کفار، دمو موقع نماز از پیش ساقط نشده. حتی در حالتی ریارویی که هیچ موقع برای شما نمیده، هم جنگ کرده برو، هم چی کو بگوی نماز خوانده برو، بر کیفیتی که است. برای ما تو چطور جایز است؟ انواع بهانه ها را برای خود گرفتیم. مولوی صاحب ماشاءالله دیگه من نمازها را خود کلی شب جماعت میکنم، تنها میخفتن نمیتونم. چرا نمیتونی؟ والا یک نوع بوج سرم میباشه. چرا بوج است؟ بوج به خاطر است که 20 قسم خورده ای، اول قدر حرص کرده ای که حال شکم درد گرفته، تو خود دیگه خفته نخوانده نمیتونی. تو مطابق دستور پیامبر شکم تا اول خو بسیار کم بخو، عادت کو خدا. اگر نمیشه 3 سخو کو همین شکمی تا یکی سر خو بگذار برای خوب و راحت. اورام نگیر گذاشتی خلاص باز میگی نه ما چی میشم. نه معلوم شد که نماز فریضه است که قطعا سقوط مقوط نمیتلوه الا که کسی دیوانه شو ساقط شو از پیش دیگه نماز ترک نمیشه، قضا نمیشه. برای خود بهانه ها جور نکنیم.
من فلان وقت ولا وظیفه استم خو کده نمیتونم. آلی من نماز ترک که ده وظیفه استی. و اذا كنت فيهم وقتی که تو در بینشان باشی، پیامبر علیه السلام یک تعداد مفسرین میگه که خاص برای پیغمبر است، نماز خوف خاص برای پیغمبر است. او میخونه به خاطری که صحابه نزاع داشتن، هر کدام میگفتن که من پشت پیغمبر نماز بخوانم، از او خاطر اختلاف پیدا میشد. الله متعال برای حل اختلافش پیغمبر امر کرد که تو برو جماعت داده برو پشت سر یک طایفه استاد است. یک رکعت که تکمیل کردی اینال این طایفه بره در مقابل دشمن، طایفه دیگه بیا رکعت دومی امام میشه از پیغمبر علیه السلام، رکعت اولی طایفه دیگه است. یا تکمیل بکنه، باز دو صورت داره. بخیزه اینمی طایفه بخیزه قبل از اینکه پیغمبر سلام بگردانه یا امام سلام بگردانه، بخیزه رکعت دیگه خودم تکمیل کنه، سلام قط امام چی کنه بگردانه. چرا که در حق از یام دو رکعت شد و امام انتظار کشیده بود که یا قیام خود انجام بده، رکوع انجام بده، پس رکوع انجام بده، قیام انجام بده، امام انتظار بکشه. چرا که یک رکعت خود خط طایفه دیگه خوانده، یک رکعت این مردم که آمد آلی از امام نمازش پوره شد دو رکعت، اگر در سفر باشه که دو رکعتی است. این طایفه دوم یک رکعت پشت سر امام رکعت دوم خواند، امام خالی رکعت دومش تکمیل شده، خو انتظار میکنه در قاعده. امی گروپ میخیزه رکعت دیگه خود که باقی مانده او را هم تکمیل میکنه، امرای امام یک جا سلام میگردانه. پس هر دو طایفه در فضیلت، در جمع کردن فضیلت مساوی شدن. گروپ اول تکبیرالله گرفته بود امرای پیغمبر، گروپ دوم سلام دادن امرای پیغمبر گرفت. یک صورتش است که نه، طایفه اول میره طرف دشمن، طایفه دوم میاره رکعت دوم قط امام میخونه، امام خو میشینه از او پوره شده، یا بدر یا میخیزه میره در طرف سنگر، اینجا نماز نمیخونه، یک رکعتش باقی است. طایفه اول میاد یک رکعت که از پشت دوم که از پیشان رفته بود لاحق بودن او را میخونه، که لاحق بود اما رکعت میخونه خلاص، اینجا پس میاد اینجا میخونه. در اون صورت اینجا دو مرتبه تبادله آمد. گروپی اول که یک دفعه پیش امر پیغمبر اسلام نماز خوانده بود رفت در سنگر، پس آمد دوباره اینجا رکعت دومی خود تکمیل کرده، به امام باشه یا با امام. اگر امام سلام گردانیده بود خودشون سلام بگردانه، اگر نگردانیده بود سلام برش چی شوه داده شوه که بگردان. یعنی طایفه اولی که یک رکعت قط امام خوانده باز میاد دوم مرتبه. این باز دو صورت داره، یا امام منتظری از جاست که سلام قطعی از جا بگردانه بعد از خواندن یک رکعت از جا، یا است که نه امام سلام وقت گردانیده یا خود میاد خودشان امی رکعت خود تکمیل میکنه، اون سلام میگردانه، نمازشان دو رکعت پوره میشه. این کل معاملات، رفت آمد، جنگ، جدل، این قدر مدت مسافه، این کلش به خاطر چیسته؟ اهمیت جماعت، که یا با جماعت نماز بخونه، انفرادی تنها نباشه. انفرادی وقت میشه که جنگ روی شوه او درگیری شروع شوه، در این صورت باز جماعت نمیشه، هر کس در حالت انفرادی نماز خدا میخونه. معلوم شد که نماز به هیچ وجه ترک نمیشه تا آخره. دوم اهمیت جماعت برای ما معلوم شد. کدام مفسرینی که میگه که مخصوص پیغمبر است، از پیش هم میگه اذا کنت فیهم، که تو در بینشان باشی، یعنی وا میگه که این مربوط پیغمبر بود و مردم واقعا چیسته در جماعت پیغمبر نظام میکردن. او میگفت من بعد برایم، او میگفت من بعد برایم، که در امر پیغمبر جماعت بکنم. و اذا کنت فیهم، وقتی که تو در بینشان باشی، فاقمت لهم الصلاة، تو قائم کردی برایشان نماز، یعنی اقامت نماز گفته شد. فلتقم، باید استاد شود، طایفتون یک جماعت، منهم از همین مسلمان معک امرای تو در نماز، ولیأخذوا، باید بگیره اسلحتهم، سلاحهای خدا، اگر تکلیف برشان نیست سلاح باید قطعی خود داشته باشه، مجهز باشه، آماده باشه. فاذا سجدوا، وقتی که اینمی گروپ سجده کردن، فلیکونوا، باید شو همین گروپ، من ورایکم، پشت سر شما، در مقابل دشمن، ولتأت طایفة اخرى، دیگه جماعت بیاید، لم یصلوا، که نماز تالی را هیچ نخوانده، فلیصلوا، باید بخوانه معک امرای پیغمبر علیه السلام. الله میگه باید بخوانه امرای تو نماز، ولیأخذوا حذرهم، باید بگیره اسباب و تدابیر امنیتی خدا، و اسلحتهم، سلاحهای خدا. ود الذین، دوست داره کسانی که کفر و کافر هستند،
لو تغفلون عن اسلحتكم، اگر شما غفلت بکنه از سلاحایتان و امتعتکم، خب اگر شما غفلت بکنه بیخبر شوی از سلاحتان و از اسباب و سامان جهادتان، فیمیلون پس یا حمله بکنه میلت علیکم بالای شما، میلتا واحده یک حمله، ولا جناح علیکم نیست گناه بالای شما، ان کان بکم اذن اگر هست بالای شما کدام تکلیف، یعنی اگر اسلحه را میگیره تکلیف میابه باز گناه نیست که اسلحه در زمین باشه، چون اگر بگیری برای تو تکلیف است، مریض هستی یا است که توجهت خراب میشه، عذر برات موجود است، باز ماندنش در زمین پروا نداره. او کنتم مرضی یا مریض باشه توانی گرفتن اسلحه را نداره، ان تدعوا اسلحتکم که بگذاره سلاح خدا در زمین بگذاره خط خود نگیره، و خودو حذرکم خب بازم تدابیر امنیتی را بگیره که دشمن ناگهانی حمله میکنه. ان الله اعد للکافرین، یقینا الله متعال آماده کرده برای کفار عذاب مهینا، عذاب سبک کننده رسوا کننده. در اینجا گفت که در حالتی که نمازم میخونه اسلحه خدا آماده باش در دست بگیره، الا که تکلیف برشان پیش شد آلی گرفته نمیتونه در دست، نه در اونمو جایی که اگر تکلیف برش بود اسلحه خدا در زمین بگذاره. و اذا کنت فیهم، در آن وقتی که تو باشی پیامبر علیه السلام در بین صحابه در موقع جنگ، فاقمت لهم الصلاة، تو قائم کنی برای امی صحابه مسلمانان نماز، و خوف حمله دشمن موجود باشد، در این حالت الله متعال برای از امر میکنه فلتقم بعد استاد شوه، یعنی لشکر مسلمانان دو گروه جور شوه، یک گروه یک طایفه منهم استاده شوه معکم رای تو در نماز، ولیأخذوا اسلحتهم، امی گروهی که نماز میخوانم رای تو این مردما سلاحای خود در مقابل دشمن به خاطر حفاظت، به خاطری که از وا حمله ناگهانی نکنه، در می حالت نماز هم اسلحه خود در دست داشته باشه. چرا؟ به خاطری که اگر ضرورت پیدا شد از پیش استفاده بکنه. یک طایفه دیگه در مقابل دشمن آماده باشه که شما نماز به اطمینان بخوانید. حالا امی طایفه قد پیغمبر علیه السلام چقدر رکعت بخونه؟ فاذا سجدوا، وقتی که سجده کردن در رکعت اول، فلیکونوا، امی طایفه که یک رکعت امر پیغمبر خواند، یا شون من ورایکم، ورا لغت از داد است، پیش هم میگه پشت سر هم میگه، اگر دشمن پیش رو بود من ورایکم در مقابل پیش رویتان در مقابل دشمن شود، اگر شما پیش بودید دشمن پشت سر بود در پشت سر امی طایفه بره در مقابل دشمن قرار بگیره. ولتأت طایفه اخرى، امو طایفه دیگری که لم یصلوا تعالی را نماز نخوانده و بیاید، فلیصلوا معک، بخونه نماز امرای تو، ولیأخذوا حذرهم، این طایفه مسلحهای خود در دست داشته باشه، حذرهم تدابیر امنیتی خود بگیره، و اسلحتهم سلاحهای خود در دست داشته باشه. چرا سلاحها را در حین نماز هم باید داشته باشه؟ ود الذین، دوست داره و کسانی که کفر و کافر هستند، لو تغفلون، اگر شما غفلت بکنه یعنی کم توجهی بکنه، عن اسلحتکم از سلاحایتان، و امتعتکم از اسباب جنگیتان، فیمیلون پس حمله بکنه علیکم بالای شما، میلتا واحده یک حمله ناگهانی.